که افغانستان برشنا شرکت به عنوان یگانه نهاد فراهم کننده برق در افغانستان منبع روشنی در کشور ما شمرده می شود که هنوز هم باید راه دراز را تا روشن شدن گوشه و کنار افغانستان بپیماید. فراهم نمودن برق برای شهروندان در گام نخست و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی از طریق فابریکه‌ها و کارهای صنعتی در گام دوم تضمین کننده رشد در تمامی عرصه‌ها برای افغانستان نوین و آباد شمرده می شود. رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدون انرژی برق ناممکن است. هیچ کشور و هیچ ملت بدون برق نمیتواند پله‌های ترقی و پیشرفت را بپیماید. به همین منظور، افغانستان برشنا شرکت به عنوان خانواده متحد با تمام نیرو، توان و امکان تلاش می نماید تا به این معمول رسیدگی لازم نماید و هر خانه، هر قریه، هر شهر و هر ولایت ما به نور برق منور گردد. بعد از تغییر شخصیت حقوقی برشنا مؤسسه به برشنا شرکت، تغییرات قابل ملاحظه در شرکت برشنا به چشم می‌خورد. و دستاوردهای بزرگ در تمام عرصه‌های خدمات برق باعث گردیده است که فیصدی زیادی از هموطنان ما از نور برق مستفید گردند. البته هنوز هم زمان زیاد و زحمات فراوان لازم است تا نقاط دوردست و منزوی افغانستان به شبکه برق وصل گردیده و از مزایای آن استفاده نمایند که خوشبختانه شرکت برشنا با تمام توان در حال گسترش این شبکه می باشد. توسعه شبکه برق رسانی در افغانستان به سرعت بی‌پیشینه ادامه دارد، طوری که قبل از سال 2002 تنها 450,000 نفر از مجموع نفوس افغانستان به نیروی برق دسترسی داشتند که از منابع داخلی یعنی برق آبی و حرارتی تأمین می‌شد. این رقم بین سالهای 2002 الی 2009 به 1,150,000 نفر افزایش یافت. با تکمیل شدن مرحله دوم سیستم برق وارداتی بین سالهای 2009 الی 2012 تعداد مستفید شدگان به 2,018,000 نفر رسید. در افغانستان برشنا شرکت هدف اصلی از این برق رسانی به گوشه افغانستان و به خانه مردم افغانستان است. از زمانی که شرکت شده یک تفاوت کلی را ما می‌بینیم که از حدود 6% نفوس افغانستان که از برق دوامدار مستفید می‌شدند فعلا به 45% رسیده. ما تانستیم که در هر 34 ولایت افغانستان خدمات برق رسانی را خوبتر و بهتر بسازیم. کشورهای کمک کننده به صدها میلیون دلار ما را کمک و همکاری کردند، به خصوص ایالات متحده آمریکا و بانک آسیایی. ما کوشش داریم که برق شمال به جنوب وصل بکنیم که این برق یعنی قرارداد از این قبلا عقد شده که از کابل میره از طریق میدان وردک به غزنی و بعدا به قندهار انتقال میشه و عملا کار بالای لوگر و علم و گردیس جریان داره و همزمان به این ما برق از ترکمنستان 1,000 مگاوات به داخل کابل میسازیم تا در مجموع کابل، سمت شمال افغانستان، جنوب و شرق افغانستان از برق تا اندازه کافی مستفید شود و در آینده ها خود ما منابع خود داخل همین سیستم بسازیم و وابستگی خود زیادتر از همسایه‌ها کمتر بسازیم. بدون شک برق یکی از ابتدایی ترین و مهمترین لازمه های یک کشور آباد و پیشرفته به شمار می رود. برق نه تنها شبها را روشن نموده و شرایط را برای ساعات طولانی کار و تلاش آماده می سازد، بلکه با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر از طریق فابریکه ها و رشد صنعت و اقتصاد یک مملکت نیز کمک شایانه می نماید. برق چې دا ډیر مهمه ده په دې هر هغه کې یعنی دا فابریکې هم چې ډېرې دلته جوړې سوې الحمدلله دا د برق له خاطره جوړ شي که برق چېرته نه وای دا فابریکې هم نسي جوړېدلی. دومره مخکې مونږ جانټرو باندې چې کارونه کول ډېر کم محدوده خلکو چې کار یې کولی سو، هغه هم ډېر تاوانونه او هغه کېدل. نو اوس د برق خوشبختي دا ده چې برق هي نو ټول کارونه انشاءالله په سمه توګه سرته رسیږي. برق در رشد تعلیم نیز رول بسیار عمده را بازی می نماید. به گونه نمونه در سالهای اخیر که در کشور ما استفاده از کامپیوتر و اینترنت افزایش یافته، اگر مردم ما در ساحات دوردست و برق دسترسی داشته باشند، آنها با آسانی می توانند از اینترنت برای یافتن و تبادله معلومات استفاده نمایند. از طریق همین برق است که ما امروز با جهان وصل هستیم. مثلا فیسبوک است، توییتر است، یوتیوب است، تلویزیون از طریق از این ما
خبرهای جهان هم میشنویم، همین با جهان وصل هستیم. از وقتی که برق آمده در اینجا زندگی ما خیلی راحت تر شده است. مثلا قبلا که برق نبود زندگی ما خیلی سخت تر بود و من بیشتر کارهای میج نمیرسیدم که انجام بدم. مثلا من یک کالاشویی که میکردم، کالاشویی رو باید 2 روز قبل من برنامه ریزی میکردم که من قصد دارم مثلا کالا بشه امروز قبل آب گرم کنم، نمیفهم این گپ‌ها بود. ولی نه، حالا کالا رو من در ماشین لباسشویی که میندازم 1 ساعت خلاص است دیگه. و که اون موقع حتی بچه داری مثلا اشتوکه که آدم نگاه کنه سخت بود. حالا نه، همیشه در تلویزیون مصروف هست، همیشه برنامه کودک الحمدلله است و مصروف هست در برنامه سعی کردن. ای که خیلی راحت تر شده. قبلا حتی از نظر بهداشتی زیاد خوب نبود. وقتی برق نبود ما نمیتونستیم غذا رو بیشتر از 1 روز او رو نگاه کنیم. حال راحت رو در یخچال میمونیم، شب نشد صبح میتونیم استفاده کنیم، از اون نشد دیگه روزش میشه. ولی خب قبلا نه، ما چیزی که جور میکردیم و تا فردا دیگه قابل استفاده نبود، چون همین که از نظر بهداشتی مشکل داشتیم که برق نبود، یخچال نبود که اون رو در یخچال بانیم. ریاست مالی و اداری به عنوان اساس خدماتی شرکت با فراهم نمودن خدمات لازمه برای کارمندان توانسته است رشد و پیشرفت شرکت را رونق بیشتری ببخشد و با مجهز ساختن تمام دفاتر برشنا با کامپیوتر و سایر سیستم‌های عصری نقش مؤثر در این زمینه ایفا نماید. در 2 و 3 سال گذشته ما فعالیت‌های چشمگیر داشتیم که یکی از اونا اجرای معاشات از طریق مرکز و از طریق بانک ها همزمان به یک وقت اجرا میشه. یعنی دستاورد دیگه که ما داریم او در بخش سیستم محاسبه مالی شرکت است. یعنی سیستم محاسبه مالی شرکت علی به اساس معیارات بین‌المللی محاسبه عیار شده در شرکت. و بخش سوم عمده از که است این اداره و کنترل بانک هاست. یعنی پولا که در بانک ها ما جمع آوری میکنیم، مشتری ما پیسه را در اینجا جمع آوری میکنه، آل تمام این بانک ها مرکزی شده و تمام پولا از هر جایی که پیسه جمع آوری میشه به مرکز میاد و از مرکز باز پس به خاطر مصارفات به ولایت ما را انتقال میدیم. در اکثریت ولایات که امکانات تأمین برق عمومی یا شبکه عمومی بوده، توزیع برق و انتقالاتش و شبکه سازی های نو و یا تا اصلاح شبکه صورت گرفته که در مسیر از سمت شمال که شروع بکنیم اکثریت ولایات تحت پوشش برق وارداتی که آمده در اونجا برشنا شرکت به نوبه خود و با امکانات مالی و تکنیکی خود شبکات را جور کرده. ولایات داشتیم که از تولید خود ما تأمین برق شدن مثل جلال آباد و لغمان که نقل و تأمین برق میشن. با سازی های اخیر در این فابریکات باعث شده که تولید از این فابریکات بلند برده شده، زیادترش فابریکات آبی. کار خوب دیگه که امانا تقویه منابع تولیدی خود ما بود، کارش در جریان است، نصب فابریکه دوم در کجکی است. از آنجایی که قسمت اعظم برق افغانستان را برق وارداتی در بدل پول تشکیل می‌دهد، لذا افغانستان برشنا شرکت تلاش می‌نماید تا سطح عواید را بالا برده و مقدار معین هزینه را در وقت معین به جانب کشورهایی که به افغانستان برق می‌دهند بپردازد. در عین حال توسعه شبکه و فراهم ساختن برق بیشتر و معیاری برای تمام باشندگان افغانستان نیاز به امکانات و مبالغ هنگفت دارد که باید به شکل درست و شفاف از مصرف برق همشهریان ما جمع‌آوری گردد. پروسه میترخانی که به شکل قلمی انجام میشد اکنون توسط دستگاه انهلد یا دستگاه اتومات میترخانی یا ملاحظه میتر انجام میشه. والا روند کارش خوب شده، بهتر است از سابق کرده. بل بر ما دادین پولیس تحویل میکنیم دیگه، رضایت داریم. عواید ما
از زمان تغییر الی اکنون تقریبا 150% عواید ما انکشاف پیدا کرده، زیاد شده. همچنان در خصوص کاهش ضایعات پیشرفت‌های بسیار خوبی داریم. از 57% که قبلا مؤسسه ضایعات داشت، فعلا این ضایعات تقارب پیدا کرده و 23% و 24%. همچنان خدمات ما بسیار خوب شده. در تمام افغانستان ما مراکز خدمات داریم که همه خدمات تحت یک چتر اجرا میشه. یکی از کارهای بزرگ ده افغانستان برشنا شرکت که در حال شکل گرفتن است، پروژه وصل سازی برق وارداتی شمال به جنوب کشور می باشد. این پروژه بزرگ که هنوز هم کار آن به شدت جریان دارد، قرار است تا سال 1397 تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. با وصل شدن این شبکه، حدود 2.3 میلیون افغان که در مسیر ارغنده کندهار قرار دارند، از نور برق مستفید خواهند شد. طوری که در مرحله اول 800 فامیل در ساحه ارغنده ولسوالی پغمان، 800 فامیل در سیدآباد وردک، 8000 فامیل در شهر غزنی، 800 فامیل در قره‌باغ، 800 فامیل در مقر، 800 فامیل در قلات، 800 فامیل در شاجوی و به تعداد 16000 الی 24000 فامیل در کندهار تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت. با اعمار این پروژه ها فرصت‌های شغلی زیاد برای باشنده‌های این مسیر نیز ایجاد می‌گردد. البته تطبیق موفقانه این پروژه ها نیاز جدی به همکاری مردم این مناطق دارد. لذا همکاری مردم محلات، بزرگان قومی و نهادهای مسئول جهت تأمین امنیت کارکنان ساختمانی و نگهداری لوازم پروژه حتمی است تا در آینده برق سبب انکشاف اقتصادی در زندگی مردم افغانستان گردد. در افغانستان برشنا شرکت برای تهیه برق دوامدار، استفاده بهتر از منابع آبی و ایجاد اشتغال برای زراعت و صنعت کشور، کار نصب توربین سوم یعنی یونت دوم بند کجکی و توسعه این شبکه را آغاز نموده است که تا اواخر سال 1394 به بهره برداری سپرده خواهد شد. همزمان با آن پروژه تولید برق توسط استخراج گازی و وصل سازی لاین‌های وارداتی به شبرغان نیز ادامه دارد که بعد از تکمیل این پروژه در پایان سال 1395 نیاز به برق وارداتی کاهش یافته، حتی امکان آن می‌رود که افغانستان از منابع داخلی خود انرژی برق را به کشورهای نیازمند همسایه نیز صادر نماید. همچنان تلاش‌ها برای سراسری ساختن خدمات برق رسانی در کشور جریان دارد. توسعه شبکه‌های برق رسانی به ولایات لوگر، پکتیا و خوست و همچنان اعمار بند برق در ولایت کنر در پلان‌های توسعوی درازمدت در افغانستان برشنا شرکت قرار دارد که در آینده تمامی باشندگان این ولایات از انرژی برق مستفید خواهند شد. در دهه آینده که به نام دهه تحول یاد میشه که این دهه اصلا مفهومی از این دهه است که ما از یک اقتصاد وابسته میریم به طرف یک اقتصاد خودکفا. در دهه تحول افغانستان به مثابه دهلیز وصل آسیای مرکزی با آسیای جنوبی شود که یک رقم بسیار خوبی بر افغانستان از ناحیه ترانزیت خواهد آمد و مطلقاً تاثیر خوب داره بالای رفاه اجتماعی اقتصادی مردم افغانستان. گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم. برشنا آینده شما را روشن می سازد.